با سلام و درود خدمت همه دوستای عزیز، خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. بریم سراغ ربات میملند که الان 2 روز لیست شده، ولی من ویدیوش یه خورده دیر گذاشتم که یه آموزش کامل باشه براتون که با تمام جزئیات بهتون توضیح بدم. بریم سراغ آموزش. اول این فیلتر شکنی که دیروز براتون توی کانال یوتیوب گذاشتم ویدیوشو، یه اکانت خودم ساختم 1 ماه رایگان. این فیلتر شکن یه ویژگی که داره، کلی سرور داره که توی اون ویدیو دیروزی بهتون نگفته بودم. کلی سرور کشورها رو داره، برای هر کشورم چند تا سرور جدا داره. خیلی هم خوبه، با سرعت خوب، بالاش 20-25 تا کشور رو ساپورت میکنه سروراشو. از آی پی ثابت بودنش خیالتون راحت باشه، ثابته. تو هر آی پی که قرار بدین تو همون آی پی هم قطع میکنین، دوباره بعد اینکه حالا وصل شده بودین بازم میتونین تو همون آی پی وصل بشین. برای ترید و اینا هم خیلی به درد میخوره این فیلتر شکن، هم سرعتش خوبه حتی اگه اینترنتتون ضعیف باشه. خودم تست کردم، حتی توی جاده یا توی داخل شهر کامل جواب میده. خب من یه سرور انتخاب میکنم، مثلا سرور آمریکا. یک بار که روش کلیک کنیم نهایت 3 یا 4 ثانیه طول میکشه تا وصل بشه. بعد اینکه اونو وصلش کردیم توی ربات میملند، که من این ربات ها رو ببینید هلوش 600 تا 650 تا ربات توی کانال تلگراممون من خودم معرفی کردم براتون، لینکشو گذاشتم. از کلی از همکارامون جلوتر معرفی کردم ربات ها رو. بعد حالا اونا اومدن ویدیو ساختن و اینا، من از اونا خیلی قبلتر، شاید 1-2 ماه قبلترش لینک ربات رو انداختم تو کانال. حالا اونایی که استفاده کردن سریعتر به درآمد خوب رسیدن. خب ربات میملند رو پلی میکنیم. اینجا تبلیغات چیزی نیست، روی اوکی کلیک میکنیم. این یه ربات تستیه، فقط میخوام اون کانکت و گزینه‌های برداشتش رو بهتون آموزش بدم که خیلی راحت بتونین از ربات میملند برداشت بزنین. اول روی کانکت ولت، اگه تا حالا توی این ربات کانکت نکرده باشین، ولت تلگرامتون همون تون کیپر رو روی کانکت ولت کلیک میکنین، روی تون کیپر کلیک میکنین، اینجا روی کانکت ولت کلیک میکنین و همین سادگی روی اون اکانتی که میخواین این ربات نقد بشه یا ارزای میملند یا همون ممه به اون تون کیپرتون، اکانت تون کیپرتون اضافه بشه. خب ادش کردیم، حالا اینجا لینکش افتاد. اینجا روی کلیم میزنیم، اینجا روی یس میزنیم. 1.75% از کل این سودی که میخوایم بکنیم و از ربات ازمون کم میکنه. اینم لینک کیف پولمونه. بعد روی گزینه پایین اگه بخواین عوض کنین لینکو همینو میزنین، دوباره عوض میکنین کیف پولتون و آدرسشو. اگه نه که همینجا میتونین گزینه پایین لوکو بزنین و اینجا هم که اینجا هم کامل توضیح داده که بعد 3 هفته به کیف پولتون واریز میشه ارز ممه. حالا من 690 تا توی این اکانتم بود. کانفیمو میزنیم و روی هایپ هم میزنیم. تمام. اینجا 0 نشون میده تو داخل ربات، اما توی انتقالش، این پروسه انتقالش یه 3 هفته طول میکشه. بعد 3 هفته 683 تا، یعنی اولوش 7-8 تا ازم کم کرد دیگه. بعد انتقال میده به اکانت تون کیپرم. به همین اکانت اینجا اضافه میشه. امیدوارم که این ویدیو به درتون بخوره. خیلی راحت میتونین از ربات انتقال بدیم به تون کیپر. حالا بعد 3 هفته که این قوانین رو گذاشتن توی ربات، بعد 3 هفته انتقال میده به صورت خودکار، دیگه نیاز نیست حرکتی انجام بدین یا گزینه اضافه بیاد و اینا. با همین روش خیلی راحت میتونین توکنای ربات میملند رو انتقال بدیم به تون کیپر. خیلی راحت. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین، کانال رو حمایت کنین تا از اکثر اون ربات هایی که فعلا
جای رشد و تبدیل به پول شدن دارن رو بهتون معرفی کنم توی کانال تلگرام که همه لینک ها گذاشتم. کمتر لینکی هست که تو کانال من نباشه. لینک کانال تلگرامم پایین دیسکریپشن همین ویدیو توی توضیحات میذارم. حتما عضو کانال تلگرام بشین، عضو کانال یوتیوبمون بشین، مشترک بشین، سابسکرایب کنین، لایک کنین. فعلا